شما چرا 200 تا یهودی و 200 تا بهایی مادر قهوه و 200 تا زرتشتی مادر قهوه رو که دارن پول ملت رو میخورن، زنهای شیعه و سنی رو جلده کردن و کشور رو میخوان تجزیه کنن، ریختن پشت رضا پهلوی، اون پشت قرارداد تجزیه کردن کشور میبندن، میلیون ها دلار در ماه خرج میکنن رو میچسبونی به بهایان، زرتشتیان و یهودیان. ولی حالا اگر بخوایم به ولیعهد و برگشتش رو نظر بدم، بنابراین آره اگر مردم بخوان ولیعهدم برگرده من مشکلی باش ندارم، چون ما این دیفری سفر رو میگیریم چوب میکنیم تو واسه اینجا برای چی دارن حمله میکنن؟ چون سمت راست هم یک ملت